ویدیوی همه چی آرومه رو زدم و برای من کار کرد. بعد از همین ویدیو منو تو ایران عزیزمون ممنوع کار کردم. من با همسر باردارم که رفته بودیم ترکیه مثلا ریلکس کنیم که واقعا هم خیلی خوش گذشت، برگشتیم یهو منو پیج کردن که آقا بیا با 45 دقیقه منو بردن بالا. اون خانومم تنها نشسته بود. تو فکر کن ببین این زن چقدر استرس داشته که اینو کجا بردن، چی کارش میکنن، عاقبتمون چی میشه. اونجا پاسپورت منو گرفتن، لپتاپ منو گرفتن. من 5 روز بعدش داشتم میرفتم دبی. رفتم اونجا گفتم آقا پاسپورت منو بدین، من برنامه دارم بعد برم. گفت برنامه داری؟ کجا برنامه داری؟ گفتم دبی. گفت همینه دیگه، میری میای واسه چی؟ گفتم آقای عزیز من تو ایران اگه بخوام بخونم باید از شما مجوز بگیرم، ولی اگه بخوام برم خارج از کشور بخونم که دیگه مجوز شما به شما ربطی نداره. گفت نه این فرق میکنه، این حرفا نیست. گفتم خب شما منو تو مملکت خودم ممنوع کار کردین، حالا رفتم تو خارج خوندم، چه اشکالی داره؟ گفت نه حق نداری بری، برو دیگه بر نگرد. گفتم مشکل من چیه؟ چرا الان منو گرفتی؟ گفتش که ویدیو به شبکه‌های ضد انقلاب و معاند دادی. گفتم ضد انقلاب بودنشه که من نمیدونستم. اینا حتی من دیدم تاسوعا آشورا و هم عزاداریام حتی موزیکشون رو قطع میکنن. گفت نه ندیدی قبل و بعد ویدیوی تو چه ویدیوهایی پخش میشه؟ من که جلوی خانم جنیفر لوپز رو دیگه نمیتونم بگیرم که بگم مثلا ویدیوش قبل من پخش نشه یا بعد من پخش نشه. من یه ویدیو درست کردم در چارچوب اصول و مبانی مملکت خودمون. گفتم شما نگاه کن تو ویدیوی من یه دونه حتی تصویر خانوم نیست، حتی با حجابش هم نیست. یعنی من از ترسم اون موقع فقط اومدیم از مچ دست به پایین نشون دادیم تو ویدیو که نشون دادیم 4 نفر دارن به هم دیگه کادو میدن. این آیا اشکالی داره؟ یا دست همدیگه رو گرفتن، بعد اون آدمه بچه دار میشه دست بچه‌شو میگیره. شما ویدیو رو دقت بکن. گفت نه نباید به شبکه‌های غیر ضد انقلاب میدادی.